به جلسه دوم چالش HSK1 خیلی خوش اومدید. بچه تکست 2 درس 1 HSK1 چی میگه؟ میگه که نین ها، نین بتون 2 ها بتون 3. بچه عین همون نین نوشته میشه و یک گزینه دیگه، یک کاراکتر دیگه زیرش داره. این به معنی نین، یا نین همون معنی تو به صورت مؤدبانه، یعنی همون شما معادل فارسی. خب ها هم که همون هاهای جلسه قبل رو گفتیم به معنای خوب رو میده. پس شما میشه شما یا تو مؤدبانه، ها هم به معنای خوب بود. پس با هم دیگه معنی سلام ولی به صورت خیلی